در قلب یک منطقه دورافتاده و ناشناخته از ایران روستایی هست که شبیه هیچ جایی توی دنیا نیست. جایی که بسیاری بهش میگن سرزمین لیلیپوت ها. اینجا خانه هایی هست که برخلاف هر چیزی که تا حالا دیدین طراحی شدن. ارتفاع برخی از این خانه ها کمتر از 1 متره. باور میکنید؟ اهالی اینجا در این فضای مینیاتوری زندگی و کار میکنن. اگر تا اینجا ویدیو لذت بردین چنل رو ساب کنید و با یه لایک ما رو خوشحال کنید. اما عجیبتر از معماری این روستا داستانهایی است که درباره‌اش گفته میشه. میگن قدیمیای اینجا باور داشتن ورود افراد ناشناخته یا تغییرات بزرگ به روستا آسیب میزنه و همین باورها سبک زندگی محلی رو سالها حفظ کرده. ماخونیک چیزی فراتر از یک روستاست. اینجا پنجره‌ای به افسانه‌ها و دنیایی متفاوت برای شما باز میکنه. اگر آماده سفر به دنیای لیلیپوت‌ها هستین، اینجاست که باید قدم بذارین.